سبزه سرعتی و راحت میخوای گندم سبز خدایی وسط این همه سبزه رنگارنگ قبول داری سفره 7 سین ایرانی سبزه اصیل گندم میخواد. گندما رو 1 روز خیس کن، 2 روزم توی شیشه یا لای دستمال بذار تا جوونه بزنن. وقتی جوونه زدن آماده اینن که داخل هر ظرفی که براشون انتخاب میکنی از کافیه زیر ظرفت یه لایه پارچه بذاری که نم و رطوبت رو حفظ کنه، یا میتونی مثل این ویدیو داخل خاک وقتی گندم داخل خاک کاشته میشه چون از مواد مغذی داخل خاک استفاده میکنه پرپشت‌تر، سبزتر و خوشگل‌تر میشه. یه لایه نازک خاک بریز و کامل روی خاک رو با بذرات بپوش و مجدد یه لایه نازک خاک بریز و کامل آبیاری کن. گندم بعد از 5-6 روز سبز میشه و بعد از 7-8 روز کاملا آماده. راستی هر سبزه‌ای بخوای بکاری اگه این چند تا قلقو براش رعایت نکنی سبزه خوبی نخواهی داشت. یه قلب به این ویدیو بده و عدد 430 کامنت ها برام بنویس تا این چند تا قلق کاربردی رو برات بفرستم.